هم میهنان عزیزم، ملت ما ثروتمند با استعداد و سربلند است، اما مردم ما به سبب فساد، بیکفایتی و ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی فقیر شدند. این وضع باید پایان یابد. من امروز 5 هدف اقتصادی سامانه گذار را به شما عرضه می کنم. تعهداتی روشن و صادقانه بر اساس برنامه پروژه شکوفایی ایران با هدف بازگرداندن ثروت ایران به مردمش. این برنامه با تکیه بر استعداد و تخصص ایرانیان اجرایی خواهد شد. نخست، سامانه گذار اقتصاد کشورمان را از تسلط نیروهای نظامی و شبه نظامی و مجرمان اقتصادی خارج خواهد کرد و کنترل آن را به شهروندان و کارآفرینان باز خواهد گرداند. دوم، سامانه گذار ثروت‌های توقیف شده و ربوده شده ایران را پس خواهد گرفت و به شهروندان ایرانی برخواهد گرداند. سوم، ثروت کشور صرف ایرانیان خواهد شد و نه تروریست‌ها و شبه نظامیان بیگانه. سامانه گذار متعهد به بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها به ویژه شبکه تأمین آب، برق و سوخت در سراسر کشور است. چهارم، سامانه گذار ساختار رانت، فساد نهادینه و انحصارات را در هم خواهد شکست و ثروت ملی را صرف بهداشت و درمان، آموزش و ریشه‌کن کردن فقر خواهد کرد. و سرانجام، بزرگترین سرمایه ایران نه نفت و گاز بلکه شما هستید. سامانه گذار در نیروی انسانی ایران سرمایه گذاری خواهد کرد. ایران به اقتصاد جهانی متصل خواهد شد و ثبات اقتصادی، رشد و شکوفایی به میهنمان باز خواهد گشت. اینها نه وعده‌های پوچ بلکه تعهدات سامانه گذار برای اجرا هستند. تعهد من به شما این است که در کنار شما پیگیر اجرایی شدن این برنامه خواهم بود. پاینده ایران.